تشبس خوب نشان دادن که هر یک خاندان به اینو تقدیم کردن. برای چی؟ برای اینکه همین کتاب شناسنامه ملت از شناسنامه ملت ما رو غافل نمیشن. برای من در چنین معرکه اشتراک کردن خودش افتخار شخصی، چون که قرض ما وارثان این کتاب علمی که این کتاب معرفی میکند مهم و شخصا برای من که با دمالا شناخته به واسطه داشتم و مکالمه هم میکردیم در اطراف موضوع هایی که در کتابشان عکس شده است و من اولین نخستین و تقریض نویس این کتاب بودم. یک تقریض در صدای شرق 3 جزء چاپی چاپ کردم، بعد 2 تقریض به روسی در مسکو. اما این باعث نزدیک شدن ما هم بود که اونجا موضوعهایی بود که بایسته محاکمه کردم. دوم چیز من مخصوص تاکید کردنه من این اهمیت چاپی من این کتاب که با تشبس پرزیدنت معظم ما امام علی رحمان صورت گرفته است و این کتاب در واقع هم می ارزد که به هر خانواده تقدیم شود و در برابر کتاب های عزیز هم فرهنگی هم تاریخی هم ملی ما از جمله مثلا قرآن پهلو به پهلو باشد و خصوصا فکر به هر یک خانواده از نوع حکومت تقدیم کردن این کتاب اقدام بسیار سزاوار قید است و بنابراین از این جهت برای من هم از طرف دیگر هم اشتراک در این معرکه مهم و مورد افتخار است که من در معرفی این کتاب شرکت می‌ورزم. بار دیگر خلاصه که این کتاب خانه باشد یک نسل نخواند نسل دیگر میخواند. در اطراف چاپ شاهنامه در وقت از سالهای 60 عصر گذشته بحث شده بود و می گفتن که اینا کی میخواند این کتاب غوثه. در واقع آدم در درونش یک نوع برق ملی یا حرمت داشته گذشته و باشد یافته میخواند. تفکر ملی ما باید تشکلش از خوانده فهمیده کنسپک کرده گرفتن شاهنامه باید آغاز شود. من که حاضر دور ما این کتاب غفور که با دستگیری پرزیدنت معتبر امام علی رحمان چاپ شده است و هر خانه و تقدیم شده است، ما باید قرض هم شخصی و هم فرموده چی باشد وجدان اجتماعی ما هم خیلی مفهوم در کار. وجدان شخصی هست، وجدان اجتماعی هست، یعنی دلتان به همین وضع حاضره و آینده جمهوری دلتان می سوزد. من همین تاجیک تاریخش تاریخ حمله ها و تشکل شعور ملی ما از بحث و مناظره با دشمنان ملت آغاز شد. از آغاز همان انقلاب اکتبر و بعداً چقدر در میانه این بحث و مناظره ها قرار داشتیم. برتلس یک مقاله دارد درباره ناصر خسرو و سر میشد از همین که از اعتراف که در خارجه، البته اونجا میگفتن خارجه برجوازی، دنیای برجوازی چی
همین وجود تاجیک را اعتراف نمی کنند و نخواهند کرد. انا وضعیت در چنین وضعیت کتاب تاجیک ها نوشته نامش تاجیکان ماندن، این خودش یک قهرمانه بود. و البته وضعیت علمی که اکادمی غفور رو داشتن هر کی برابر شده نمیتوانست، چون که اینا همون یک انستیتوت شخص‌شناسی و یک دوستان بود، میگفت که حاضر تمام علم جامعه شناسی شوروی در دست دو تا اکادمیک ژوکوف روس و غفور تاجیک. کیا خواهند عضویت اکادمی رو میپذیرند، کیا نخواهند رد میکنند. انا نفوذ با این دشمنانشون هم جا بسیار بود، استفاده کرده اینا عزت نفس ملی، عزت نفس علمیشان به خلل رساندن ممکن بود. در واقع هم وقتی که کتاب چاپ شد سال 72 حتما با دست اغوای دیگرای و با دست اکادمیکای مشهور شوروی تقریض تشکیل کردن، ژورنال وپراس استوری، اکادمیسک ژورنال که بسیار مشهور و پرنفوذ. همون دو تا اکادمیک امضاش کرده، یکتاش اکلاتنیکوف، یکتاش پیاتروفسکی تشکیل کردن که سراپا زدگی نه، که از نظر اکادمیک ملتچگی و ملتگرایی و روسیاه کردن، که مثلا من ما یکتاش همون تخصیص هم میگد که آیا همه مال میراث مردم آسیای میانه را تاجیک‌ها نوشتن، و دیگرها چه؟ حالا که غفور رو از سر تا آخر از موقع اینترنت سنری خود را تاکید میکنند. اینها هم خیلی کردن. خلاص که باید دون اکادمیک خریدن، خودش این برای اکادمی کلمه تخیر که اکادمیک خرید و فروخته شوی، خرید و فروش باشد و کتاب و یا نوشتی مقاله. خلاص که همه دو کس نوشت وپراس استوری و چاپ شد، نبار شد. بنابراین این چیزهای تحلیل نکرده پیش خود غفور رو به اراد گرفتن. چی بود؟ خودش به ادبی یه اکادمی بود. هر یک کتاب خودش تاریخ دارد، کتاب که تاریخ. من تاریخ همین کتاب بحث میکنم و ضرورت تاریخی نوشته این تاریخ نامه در اون شرایط دوره شوروی. ارزش علمی و تاریخی کتاب در یک شعر لایق خوب تصویر شده. میگه که با ما را شناسانند. آینه میگن که همه عرفه انقلاب اکتبر به تاجیک نام اتنیکی خودش فراموش کرد بود که پرسد تو که من مسلمان. اما با جواب لایق بسیار زود که با ما را شناسانده، اما فراموش کرده بودیم کی بودیم. انا خدمت انا کن آینی وای جامعه یا ارجمند ما غفور و ما را از جهت سیاسی و اقتصادی و هاکذا شناساندن. غفور و اینا همین لایق گفته که با ما را شناسانده، این جهت سیاسی و اقتصادی و جهت تاریخی ما شناساندن. بنابراین این خودش خدمت بزرگ تاریخی کتاب. من چه پرزیدنت ما امام علی رحمان بسیار تشبس خوب نشان دادن که
هر یک خاندان به اینا تقدیم کردن. برای چه؟ برای اینکه همین کتاب شناسنامه ملت و شناسنامه ملت ما را غفور نمیشن.